تاجرهایی که پیش از رمضان نرخ را می بردارند. نمیتش چه اسمه؟ 200 ایو همش 200 ایو چنده؟ این همه چنده؟ 200 سون نه یاردو مایدان اردو شدی چند سومه شواخ ارزون؟ تاجرهایی که پیش از رمضان نرخ را می بردارند و از پول آن در مسجد خیر و در خانه هایشان نان می کنند و شما باز آنها را دعا می دهید، ثواب می گیرند یا نه؟ البته ما در اول ماه مبارک برای همه شما، چی تاجر باشد چی غیر تاجر باشد، پیغمبر خدا خبردادگی هستند الصوم جنتون ما لم یخرقها. این روزه، این ماه مبارک رمضان برای شما سپر است. چگونه ای که دو جنگاور جنگ میکند و در دست آنها سپر است و خود را از هلاک شدن محافظت میکند، این روزه مبارک هم در روز قیامت برای ما و شما سپر میشود از آتش دوزخ. ما لم یخرقها، که رسول اکرم شرطی گذاشتند مادامی که شما در دنیا اگر این سپر را پاره پاره نکنید، این سپر را اگر شما در دنیا از دست ندهید، این حالت در برای شما سپر می شود. ما در کدام حالت این سپر را پاره میکنیم؟ اگر جنگاور با زدن شمشیر سپر پاره کند، روزه ماه مبارک رمضان با غیبت پاره می شود. روزه ماه مبارک با قماربازی پاره می شود. روزه ماه مبارک رمضان با دیدن حرام کرده های پروردگار از روی ذوق اگر نظر کنیم پاره می شود. روزه ماه مبارک از روی سوداهای نادرست پاره می شود. ماه مبارک رمضان از حساب دروغ گفتن پاره می شود. این سپر از دست می رود. اگرچه من دعا هم برای او میکنم، لیکن معنای او را ندارد که من پشتیبانی از او میکرده باشم. این معنای پشتیبانی را ندارد، بلکه من دعای من هم در کسی اثر میکند، در کسی خداوند او را میرساند که در اصل وی جدی روزه داشته است. اگر من دعا هم که دی هم وی دروغگو باشد، وی حق مردم خور باشد، وی در تجارتش خیانت داشته باشد، این دعای من بر او هیچ رسنده ای نیست. از این خاطر من از اول ماه برای شما تأکید کردم، یک ماه هست، الکه یک جمعه دیگه باقی مانده است و خلاص رفت. اینا شما غنیمت شمارید. اینا را تمام دوستان خدا آرزو میکردن که پروردگارا یک بار دیگر به ماه مبارک رمضان ما را برسان. اونها نه شب خواب بودن نه روز خواب بودن، میدانستن که این ماه سر به سر ماه اجر است، ماه ثواب است. اینقدر حرکت ها میکردن. عایشه صدیقه میگوید دهه آخر پیغمبر را در خانه من نمیافتم، در مسجد بود فقط. بند ایزار را میبست، میگوید بند ایزار بستن به معنای که میان میبنده، ما و شما از پی کار میشیم. رسول اکرم دهه آخر را میان میبستن، از مسجد بیرون نمیشدن. این است کرده پیغمبر ما و شما. لیس الصیام من الاکل و الشرب انما الصیام من اللغو و الرفث. رسول اکرم گفتن این روزه معنای را ندارد که شما روزی دراز نخوردید، آب ننوشیدید، تمام روزه به جا آمد. نه، بلکه پیغمبری خدا گفتن بازم این گفتن باید که شما از سخنهای فحش، از سخنهای دروغ، از بهتان، از تمام کردارهای ناپاک دور باشین. این صورت در روزه شما نور بالای نور می شود. این روزه شما برای شما سپر می شود. التماس برادرای عزیز،
با 100 سامان یا 200 سامان یا 500 سامانی که تو میابی، لیکن روز قیامت حسرت میبرین 500 سامان برای تو هیچ فایده ای نمیکنه. این سوالای تعجیلی بود، از الحال آمدن من جواب میگویم. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما که در شهر دوشنبه استقامت میکنیم و در بازار کاروان و تجارت مشغولیم. در نزد ما یک جوانی کسیت فروش هست و هرگاه که ثبت آواز شما را میگذارد ما خیلی شاد میشویم و در حق شما بهترین خوشی های دنیا و آخرت را آرزو کرده از شما 2 سوال میکنم. التماس با سوال من جواب گویید. گیبناز از نظر اسلام، گیبناز این سحر است. سحر در اسلام حرام است. گوید که عروس قرآن کدام سوره هست؟ با احترام یک گروه صاحبکاران از بازار کاروان. در همون 4 کتاب به فکرم که عروس قرآن سوره یاسین میگفتند، لیکن برای ما و شما قرآن همش عروس است. برای ما و شما همه سوره های قرآن عروس هستند. این شرط نیست و این واجب هم نیست که ما و شما دانیم که عروسی سوره های قرآن کدام سوره هست. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه باختر خواهش و التماس داریم که با سوال ما جواب گردانید. در دهه ما 2 ملا وجود دارد. از بدبینی یکدیگر در مسجد از قفای یکدیگر نماز نمیخوانند. یکی بروقتر، دیگری دیرتر به مسجد می آیند و یکی در دیگر اتاق مسجد نماز میگذارد که همه این به ضرر عامه خلق می باشد. ما فکر شما را در این باره خیلی و خیلی انتظار هستیم. من به این برادرها مراجعت میکنم که از پس هر این نماز نخوانید. وقتی در یک مسجد باور کنین 2 تا نماینده دین، 2 تا شخصی که اینها باید در تمام مردم یک مثال باشند، تمام مردم باید که اینها را دیده عبرت گیرند. وقتی اینها در داخلشان از کینه و از حسد خالی نیست، رسول اکرم میگوید من کان له کین فلیس له دین. کسی اگر یک ذره کینه در دلش داشته باشد وای دین ندارد. وقتی این کینه و حسد از طرف این عالم ها وقتی پیدا می شود، پس این عامه مردم ما چی گوییم دیگر؟ بی نهایت مصیبت کلان است. این یک ناآرام کننده باور کنید، چی در مسجد چی در جامعه هستند اینها. از روی اسلام رسول اکرم گفتن انزلوا الناس منازلهم، هر کس را در منزل خودش نشانید. نگاه کنید کدام همون بهتر است، کدام همون علم خوب دارد، کدام همون با آداب است. بازم علم داشتن آداب با ضرور است. کبر در عالم نمیزیبد. عالم باید خاکسار باشد، باید با بای و با فقیر برابر باشد. نگاه کنید که اگر این خصلت‌های خوبی نیکی پیغمبری خدا اگر در کدام او اگر یافت شود، از پس وی نماز خوانید. و الا اگر هر دوش این گونه حسد و کینه و بدبینی و بدخلقی و غیبت داشته باشند، اونها را ترک کنین، از پس یک آدمی دیگر نماز خوانید. این بهتر است. بسیار مصیبت کلان است باور کنید. ولی در اینجا یک سوال دیگر باز در همین بابم آمده است. در یک مسجد 2 قوم، این جایز نیست، درست نیست. از این دیگر فتنه بزرگ هست. به نهایت خوب می شود که از پس هیچ کدام اونها نماز نخوانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی در حق مادر ما که در بیمارخانه خواب است یک دعا کنید که خدا شفای کامل عطا کند. خدای مهربان این مادری که در شفاخانه خواب هستند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک چیز را پرسیدنیم. یکم، فکر شما نسبت کرخط و کرخطگران چیست؟ التماس جوابش را همین روز گردان. با احترام، یکی از مخلصان دائمی شما. من در باب همین کرخط باره به شما گفته بودم که راستی بار خود همین نام پسند نیست. کرخط چی معنی دارد خودش؟ از این خاطر هر یک چیزی که شما گم میکنید به همون ذاتی که خودش یابنده است، به همون ذات مراجعت کنید، بهترین صورتش همین می شود که پروردگارا آن مالی که من از دست دادم تو میدانی در کجاست، در دست کیست. خدای مهربان همون مالی مرا پس بگردان. این بهترین صورتش انا همین است. من از حساب این مسئله هایی که برای شما گپ میزنم باور کنین در چندین جاها ما را سرزنش میکنن که شما آن عرف و آن عادت هایی که پیشینیان داشتن همه او را انکار میکنید، بیکار میکنید. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که همین سوال مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه؟ ایرا دائم سوال میکنند. البته درست است. در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیل نادرست گفتنش هم همین بود است که این که از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمی ماند، وی حس هم نمی کند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین گوین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، اینش کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ ضرر زیانی ندارد. چند دانه که میخورین خوردن گیرین. فقط من در اول رمضان برای شما گفته بودم در خوردن و در افطار کردن بسیار احتیاط داشته باشین. هر گونه طعامهای سخت و خنک در این شکمهای خالی استفاده نکنید تا که با سبب بیماری شما نشود، با سبب یگان فلاکت در وجود شما نشود. در کشادن روزه هم بسیار سراسیمه باشین. رسول اکرم گفت از احب العباد الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بنده به سوی من آن کسی است که روزه را تیز می شکاید، معطل نمی کند که کی ستاره ها می براید.